سلام دوستان، انشالله حالتون خوب باشه. امروز 99.99 گفتم یک کلیپی ضبط کنم و 3 استراتژی خوب معرفی کنم. استراتژی هایی که اکثرا در واقع تو گروه های خصوصی مطرح شد و گفته شد و خواستم قسمتی از استراتژی های خوب رو باهاتون در میون بذارم و انشالله که بتونید ازشون استفاده کنید. و مثل همه استراتژی ها نیاز داره که شما روش کار کنید. نمیشه دیگر یک فیلم رو ببینید و فردا در اکانت لایوتون ترید بزنید و بگید که چرا نشد. چون یک استراتژی رو اول باید برید توی گذشته بازار کاملا پیاده کنید. بعد اگه تونستید پیاده کنید و مشکلاتتون برطرف شد و در واقع گذشته بازار خوب تحلیل می‌کردید، یعنی در واقع عالی باید تحلیل کنید گذشته بازار. هر وقت به این مرحله رسیدید میایید لایو سمت اکانت دمو. حالا یا ترید میکنید یا ترید نمیکنید، ولی میشینید پای چارت کندل به کندل بازار رو دنبال میکنید و نگاه میکنید چند روز. و زمانی که دیدید که در لایو بازار هم میتونید تشخیص بدید، در اون صورت میتونید برید ترید دمو انجام بدید. یه مدت کوتاه یا مدت بلند بستگی به خودتون، بستگی به روحیاتتون داره و اینها رو در دمو ترید کردید و نه به شکل پراکنده، چون استراتژی ها خیلیشون طوری هستن که شما اگه بخواید بگیرید بهتر همش رو بگیرید یا خیلیش رو بگیرید. چون مثلا استراتژی که برفرض از هر 10 تا 8 تاش درست در میاد، ممکنه شما روزی 2 بار ترید کنید، از شانس اون 2 بار هم بیفته روی اون 2 باری که در واقع اشتباه در اومده این استراتژی و فیل شده، در واقع استاپ می‌خوره. ولی چه استراتژی ولی خب اگه اون استراتژی بیاد چک کنید از صبح حالا ساعت مثلا میگم 8 تا مثلا 8 9 10 شب در یک روز کامل بشید اون رو پیاده کنید، اون وقتی که میدونید در مورد نتیجه این استراتژی و میزان مقبولیتش و میزانی که میتونید استفاده کنید بهتر نظر بدید. در غیر این صورت خیلی از استراتژی ممکنه اذیتتون کنن، چون اکثرا فیل میشن ولی خیلیشون درصد در واقع موفقیتشون بالاست، ولی شما نمیتونید استفاده کنید. دلیلش اینه که از همش استفاده نمی‌کنید و شانس یک جای ورود می‌کنید، یک جا خوب جواب میده و جای دیگه بد جواب میده و در کل میانگینتون پایین میاد. و پس نکته مهمی که الان بهتر بهش توجه کنید همین قضیه گرفتن تمام سیگنال هاست. البته خیلی از سیگنال هایی که وین ریت بالایی دارن ممکنه شانسی هم بگیرید خوب جواب بدن، ولی خب درستش اینه که همش گرفته بشه تا بشه نظر داد، چون بازار تایمش مشخص نیست که بگیم که از این تایم این روش جواب میده، ساعت 2 ساعت 3 این جواب میده، 3 تا 4 این جواب میده. نه، استراتژی ها ممکنه تو هر بازاری، بازار نیویورک، بازارهای مختلف جواب بدن و یا فیل بشن یا استاپ بخورن در واقع. خب میریم سراغ اولین استراتژی بود. از دوستان پرسیده بودن که خب 80 حالا نمیدونم حالا میشماریم با هم 70 تا 80 تا ترید پشت سر هم و با سود بستم بدون استاپ اکثرشون چجوری بوده، با چی زدم اینها رو، چیکار کردم. و خب من باز بهشون میگم که مراجعه کنید به فیلم های قبلی و فکر کنم 2 تا وبینار آخر باید بشون. خیلی وقت وبینار ها برگزار نمیشن و نمیدونم دقیقا وبینار چنده و بکنم 2 تا آخر باید بشن که من روشم رو اونجا کامل توضیح دادم، فقط شخصی سازیش کردم. ولی خب اینجا اون رو اشاره میکنم میگم، ولی میریم اون رو یک استراتژی دیگه‌ای
به استراتژی دیگه در واقع تبدیلش میکنیم و اون رو بهتون معرفی میکنم. ولی خب اونی که باهاش 80 تا حالا ترید موفق داده بودم رو هم بهتون میگم. حالا قبل اون یه سری هم میگفتم خب نشون بده ببینیم استراتژی در واقع چقدر تونسته بود بهت سود بده و چقدرش استاپ خورده بود، چقدرش در واقع پشت سر هم بوده. خب من نشون میدم دیگه. خب تا اینجا تقریبا 60 تا شد. حالا خب من بالای 80 تا شد که این همه ترید پشت سر هم زدیم و موفق بوده. خب حالا این از کجا زده بودم، چیکار کرده بودم. اول خواستم نشون بدم اون رو تا حالا ببینیم چجور میشه. خب من اومدم توی اکانت دمو اومدم چک کردم، یعنی مراحل قبل رو گذروندم، اومدم رسیدم به در واقع مرحله تریدش، ترید دمو. چون من خب اکانت مشخصی که دمو، رسیدیم به اکانت به ترید لایو در دمو و اون هم نتیجهش بود. حالا به دلایلی که حالا به قول دوستمون اوور ترید شده بودم، در واقع مغزم دیگه کار نمیکرد طبیعتا، چون اون اگه دقت کنید تاریخاشو توی این همه ترید توی 3 روز حد اکثر بوده و خب بعدش دیگه چون در واقع روال اون مثبت ها از بین رفت، چون می‌خواستم به 100 برسونم و نرسید، وقتی از بین رفت دیگه گفتم دیگه کلا بیخیال و گذاشتم اکانت کلا خلاف جهت حرکت کنه و کال بشه، چون دیگه اکانت رو گذاشتم کنار. فقط صرفا نشون دادم که بگم میشه ترید کرد 81 تا پشت سر هم استاپ هم نذاری و کار عجیبی نیست. حالا توضیح میدم. خب من اولین چیزی که میخوام توضیح بدم یه خلاصه از روشی که اون 80 تا ترید زدم هستش. من اومدم روی یک استوک و تنظیمات خاص، حالا مثلا تنظیماتی که من بیشتر به کار می‌بردم تو استوک ها، تنظیمات اگه اشتباه نکنم 56 بود و اینها میگه. خب این همچین استوکی بود. من می اومدم چیکار میکردم؟ تایم یک، خب تایم یک می اومدم این طرفتر، می اومدم یکی از کارا می بود می اومدم جاهایی که استوک میرسید به نقطه اشباهش. البته من اینجا لولش رو دیگه نداشته بودم 80 200، لولش داشته بودم 90 و 10 و البته 5 و 95 که زمانی که وارد 90 الی 95 اینها میشد، من وقتی رسید به اینجا من سل میزدم، رسید بالا من سل میزدم، یه قدر رو میگرم و حالا میومد پایین دوباره میرفت بالا دوباره سل میزدم. مثلا مقداری که به نظرم بود رو میگرفتم و میومدم بیرون و اسکلپی بود میومدم اینجا. حالا مثلا کجا بود اینجا که میخواد برگرده، مثلا اینجا یک مقدار میرفت ضرر ولی میومد برمیگشت یا سود مد نظرم میده. یا مثلا کجا بگیم اینجا مثلا میاد پایین، حالا شما هر قسمت از این کندل باشه مهم نیست، حتی اینجا هم بای بزنی اینقدر میرفت ضرر ولی خب برمیگشت تو و خب اینجا مثل این مثلا اینجا نوک تیز شده، همین که نوکش تیز شد میخواد بیاد پایین من میگرفتم و اینها رو میتونید خودتون امتحان کنید. و چیز دیگه که بهش اضافه میکردم خطهای روند. ببین خط روند رو من روی استوکاستیک رسم می‌کردم، هر چی شکوند مثل خط روند روی چارت در اون جهت وارد میشدم. مثلا کجا می‌بینی اینجا رو، اینجا شکسته شد با این کندل بعدی مشخصی که نزول داره و اینجا 4 فیت می‌گرفتم مثلا. حالا اینکه چقدر می‌گرفتم رو اینجا حالا کاری نداریم، با این شخصی سازی بستگی به خودمون داره. حالا 50 رو می‌خواید بکنید 60 65 70 بکنید 51 52 50 مهم نیست، فقط مهم اینه عددی تو این حوالی باشه. و
عددهای خیلی کوچیک رو من نمیگرفتم، چون عدد کوچیک هم مثلا استوک اینجا داره دیگه، ممکنه خیلی خوب نشون نده. البته ممکنه نه اینکه نشون بده. پس ما تا اینجا چیزی فهمیدیم، این که زمانی که اینا میان توی اشباه الان 90 برای این استراتژی دارم میگم، اشباه 90 که رسید ما میتونیم فعلا به جهتش یک پوزیشن باز کنیم. خب پس این خودش وین ریت بالایی داره. خب به شرطی که همه‌شو بگیریم، نه یعنی چارت باز کنیم یه لحظه دیگه اینجاست تو بای بزنی بعد اینجا باز میرزه پایین، یه کندل کوچیک میزنه بالایی، استوک میگه تا اینجا میاد پایین. بعد دوباره میاد پایین، هم همش در واقع اومده پایین و تو اینجا بای زدی هنوز. بعد استوک میاد اینجا تا اینجا میرسه، میزنه تا اینجا میرسه، بعد دوباره اینجا سیگنال سل بهت میده، در حالی تو از اینجا بای بدی. خب اینها یک سری به هر حال من اون تریدایی که زدم اینطوری نبود که بگیم به خاطر سپید 300 پیپ میرفت تو ضرر، حد اکثر 20 پیپ میرفت تو ضرر، حد اکثر. حالا من بسته به بازارش به خبرش داشتیم، ممکن بود یه شادوی بزنه به هر حال. ولی خب شما باید خودتون استراتژی رو تکمیل کنید به سبک خودتون. من نمیتونم بگم چون بستگی به اسپرید، البته اینجا بازار چون بس اسپرید بالاست، ولی خب بستگی به اسپریدی که دارید باید تصمیم بگیرید و بستگی به تایم فریم و بستگی به جفت ارز دارید. خب اینو همه فهم میکنم، من نمیتونم یک نسخه در واقع کلی بدم بگم که تو هر کار برید مهم نیست این بیاد برسه اینجا شما سل بزنید تو هر جفت ارزی، نه تو جفت ارز جوری رسید بزنی حد اکثر باید یه پیپ بگیری بیای بیرون دیگه، در واقع لات بالا باید وارد شی. طبیعتا من منظورم پوزیشن های بلند مدت و با لات که با حجم کم و لات کم نیست. من منظورم پوزیشن های بزرگ با لات نسبتا بزرگ و حجم های بالاتر هستش. خب این از این خلاصش به اینا قبلا گفتم. حالا چیزی که اینجا میخوام بهتون یاد بدم یه چیز جالب‌تریه که حداقل ریسکش هم خیلی کم داره. ما چی داریم اینجا؟ ببینید یک استوکاستیک دیفالت داریم. خب پس ما این چیز رو دیدیم، این که توی استوکاستیک زمانی که میرسه به نقطه اشباه خودش، حالا اینجا تو این استوکاستیک که میخوام بررسی کنم همین نقطه 80 و 20 بمونه، تا شما خواستی بذاری 85 و 15 که حالا یه مقدار اشباه تر باشه. در واقع این به نظرم بهتره که به هر کدوم 5 اضافه کنید، یکم 5 کم کنید لول هاشو، و زمانی وارد اون لول تو شد، وارد اشباه تو شد، چیکار میکنید؟ میدونید که اگه به هیچ دست نزنید ناخودآگاه خودش مثلا اینکه اینجا میرسه ناخودآگاه خودش سیگنال فروشه. خب وقتی میرسه اینجا سیگنال فروشه، وقتی میرسه به اشباه سیگنال فروش اینجا میره بالا ولی میرسه. حالا به تنهایی پس این خودش سیگنال وین ریت بالایی داره. حالا وین ریتش چقدر؟ خب دیدید که 82 تا ترید پشت سر هم با بدون استاپ با چیز سودای نسبتا خوب، ولی خب حالا دقت می‌کردی سودا شاید کم بود، ولی در واقع بکنم 50% 60% بالانس می‌کنه حداقل بالا. دقیقاً هم نیست من چک کردم، اگر خواستید شما خودتون تو فیلم حساب کنید بهش بگید چند پیپ بوده. واسه با $1000 داشتم اون لات ها رو می‌زدم. و حالا کاری باش نداریم. این قسمت شما نگاه کنید، گفتیم به طور تنها این سیگنال فروش هست. خب حالا ما میایم اینو با یک چیز دیگه ترکیب میکنیم. با چی ترکیب میکنیم؟ با یک مکتی با تنظیمات نصف. یک مکتی دیفالت هم میذاریم، تنظیمات نصف که میگم اینو تقسیم بر 2 میکنید، 12 بهش تقسیم بر 2 میکنید، اینا رو هم 1 بذارید انتهاشونو که انتهاشون در واقع این خطها بهتر دیده میشه. خب پس یک دیفالت با یک مکتی نصف و یک استوک دیفالت. خب حالا کاری با این مووینگ ها فعلا نداریم. حالا چیکار میکنیم؟ زمانی که میایم تا 5 زمانی که این اومد به نقطه اشباهمون، مثلا کجا رو بگیم؟ همینجا مثلا این برامون نقطه
فروش هست. همینجا که اومده اینجا نقطه فروشه، ولی نه اینکه بریم سل بزنیم یا یه خط می‌اندازیم اینجا. خب زمانی که اومد بالا همینجا هست تقریبا. میایم همین رو تایم پایین‌تر. ببینید دقت کنید چیکار می‌کنم. میایم تایم پایین‌تر. تایم پایین‌تر دنبال یک واگرایی میگردم. خیلی ساده. من بیشتر دوست دارم با مکتوب نصف کار کنم و استوک دیفالت. حالا اینجا اگه دقت کنید میتونیم یک واگرایی پیدا کنیم. مثلا ما توی این نقطه میگه درست توی این کندل های تقریبا و میدونیم که این ورا سیگنال فروشه. حالا میایم پایین‌تر دنبال نقطه دقیق فروش میگردیم. حالا میتونیم از سیگنالی که در واقع واگرایی که این میده استفاده کنیم. میتونیم از واگرایی مثلا ساب کنیم این واگرایی رو بگیریم اینجا مثلا سقف هم یکسان ساخته و این سقف پایین‌تر ساخته. میتونیم از این استفاده کنیم. خود این هم سقف پایین‌تر ساخته. میتونیم از این واگرا استفاده کنیم. میتونیم یک خط روندی رسم بکنیم براش. هر وقت باشه پوینت وارد چی میتونیم اینجا رسم کنیم. بستگی به خودتون داره. حالا اینجا چون خیلی تناسب نداره اینجا بهتره. حالا اگه تایم خیلی پایین‌تر بخوایم بریم اینجا خیلی بهتر دیده میشه، ولی چون تایم پایین‌تر از یک نداریم مجبوریم چشمیم یک خط روند رسم کنیم. در حین شکستش ما میتونیم راحت وارد بشیم. این اتفاق بالایی داره به شرط اینکه کار کنید و دستتون بیاد که قراره چیکار کنید. خب من دوباره مثال دیگه میزنم ازش. تایم اینجا خب مثلا کجا میگیم؟ مثلا همین اینجا خب اومده پایین درسته؟ اینجا اومده پایین تقریبا اینجا هم نقطه اشباهش تقریبا. خب تایم پایینتر در واقع اینجا سیگنال بای داریم یه درست ولی بای نمیزنیم. صبر میکنیم یه تایم پایینتر اینجا دنبال یک واگرایی میکنیم. دنبال واگرایی میگردیم و خب یک واگرایی اینجا مشخصه. حالا اگه از این سقف بگیریم از این کف بگیریم در واقع اینجا و اینجا اگه اشتباه نکنم البته نه اینجا با اینجا درسته. خب اینجا رو به پایین اینجا رو به بالا. این شد واگرای ما. اینو که دیدیم ما میتونیم وارد بشیم خیلی راحت. زمانی که اینها با هم کراس کردن در واقع سمت بالا اشباح خارج شدن میتونیم وارد بشیم و با بدید یک سود معقول و اسکل نه اینکه نظام داشته باشیم اینجا بگیریم تا انتهای چارت بریم. نه یک مثال دیگه میزنم و میرم به روش بعدی چون هر چقدر مثال بزنیم برای کمه. خب الان اینجا نگاه کنید اشباح همه اشباح ها رو چک کنید هیچ فرقی نمیکنه. ولی خب بهتر اشباهتون 5 از این بالاتر و 5 از این پایین‌تر باشه از نظر من. خب حالا ما اینجا دنبال یک نقطه ورود می‌گردیم. خب من دنبال یک واگرایی هستیم دیگه. خب اینجا با اینجا میتونسته واگرایی باشه. آیا میریم چک میکنیم میبینیم بله میتونسته واگرایی باشه. وقتی که واگرایی دیدیم ما خیلی راحت میتونیم وارد شیم با یک استاپ و در واقع تیپی منطقی. در تایم یک من دارم روی پوند دلار کار میکنم. خب حالا این چون استراتژی اول برید چک کنید. دنبال استراتژی خیلی به قول بعضیا خفن و سخت و با وین ریت نسبتا پایین نگردید. خودتون رو مشغولش نکنید. استراتژی خوب زیادی وجود داره از اون استفاده کنید. خب یه استراتژی دیگه میخوام بهتون بگم نگاه کنم. این استراتژی
استفاده میشه از دو تا مووینگ. ببینید استراتژی کاملا شخصیه. خب نمیخواستم بگم به دلایلی، ولی خب گفتم بگم حداقل شاید یک گرهی باز کنه از مشکلات شما و امیدوارم که استفاده کنید. و مهم هم نیست که فردا یه کسی به دوباره اینو بزنه به اسم خودش و برگردن استراتژی‌هایی که من قبل اشاره کردم رو به یه شکل دیگه‌ای بگم، بپیچونن این شکلی، نمیدونم رنگ اینو عوض کنن، رنگ اینو عوض کنن، یه شماره از مووی کم کنن، یکی اضافه کنن و بشه استراتژی جدید. بعد بیان بگن که خب در واقع آقای فلانی استراتژی خوبی داره، بیا استفاده کن. بعد میگم میبینم همین رو من قبلا گفتم کسی دقت نکرد. خب این استراتژی کاملا شخصی، هیچ جایی وجود نداره، امکان نداره وجود داشته باشه. اگه وجود داره بهم بفرست. امکان نداره وجود داشته باشه، چون خب هیچ چیز شخصی سازی شده است. خب و خب امکان نداره یکی باشه. و مهم مووینگ هاش نیست، مهم روش مدیریت سرمایه‌ای که اینجا میخوام بگم. خب ما چیکار میکنیم؟ میایم از دو تا مووینگ استفاده میکنیم. حالا رنگش رو شما هر چی میخواید بذارید. یه مووینگ 130 میذاریم و با این سیمپل نباشه. بزنید از این اول روی خودش نوار دیفالتش اینه، ولی خب بزنید روی شیفتش هم که صفر باشه، رنگش هر چی میخواد باشه. خب یه مووینگ دیگه ای خب با همون تنظیمات فقط دورش رو بذاری 60. حالا این بهتره 61 باشه، ببخشید 59 باشه، این یکم بهتره 129 باشه که خیلی اون موقع شبیه مکتی میشه. ولی خب خیلی با این تنظیمات راحت هم با همین تنظیمات بریم. ولی اونی که خودم بیشتر استفاده میکنم اکثرا شاید یه شماره کمتر از این، یه شماره بیشتر از این باشه. حالا کاری که میکنیم اینه، من روی پوند دلار کار کردم به استراتژی رو. خب پوند دلار تایم 1 دقت کنید. من اکسپرتش هم کردم، این دوستمون اکسپرت کردم، بک تست میگیریم میبینید و خوب جواب میده. حالا نمیگم عالی جواب میده، بک تستش حداقل سودله بوده به شکل بلند میده. خب ببینید هم بازار دیگه اینجاست دیگه، از آخر در واقع میارم. من یک روز کامل بررسی میکنم. مثلا روز 27 نوامبر من کل روز 27 نوامبر رو باهاتون شد. ببینید من میگم نمیتونم اکسپرت رو در اختیار دو قرار بدم، چون شاید این شخصی که اکسپرت رو نوشته راضی نباشه، ولی خب من کاملا همه چی اینجا توضیح میدم. خواستید خودتون اکسپرت کنید، اگه خواستید به منم بفرستید، اگه نظری داشتید یا نداشتید که هیچ. خب ما چیکار میکنیم؟ ما صبر میکنیم هر جا این دوتا کراس کردن در اون جهت وارد میشیم. چه جوری؟ اینا کراس رو به پایین انجام بدن. خب کراس نزولی ما سل میزنیم. چه سلی شد؟ سل. خب این هم مثلا سل دیگه. این نقطه که اتفاق میفته اینجاست. چه جور سل میزنیم؟ میایم 3 تا پوزیشن باز میکنیم. خوب دقت کنید. یک بار میگم و اگه خواستید فیلم رو جلو عقب میکنید، خودتون بررسی میکنید. 3 تا پوزیشن باز میکنیم. برای مثلا $100 دارم میگم، چه بک تست هم از $100 استفاده کردیم. برای $100 3 تا 100 باز میکنیم. 3 تا 100 در واقع سل. خب پوزیشن اول تی پیش 5 میکنم. این تایم 1 جی بی پی هستی. خب دقت کنید من روی اون یکی جفت نظر قدرگیری نکردم به این صورت، یعنی باید وقت گذاشت روش کار کرد. دومی 15، سومی 30، یا حالا مثلا 20 پی بر اساس پی. خب حالا
استاپ همشون 10. خب پس تا پوزیشن وارد می‌کنیم با استاپ 10 همه استاپ ها اینجا قرار میگیره. هر سه تاش یکیش تیپیش مثلا اگه اینجا وارد شیم یکیش تیپیش اینجاست، یکیش اینجاست، یکیش اینجاست. حالا زمانی که تیپی اول خورده شد 5 پیپ داد، یعنی تقریبا با این میشه $0.5. خب اسپرد رو هم حساب بکنید. طبیعتا توی این بروکرها که اسپردشون بالاست به نظر این بهتر نیست کارش. اسپرد مثلا در حد 1 پیپ دارن در نظر میگیرن. خب وقتی که این تیپی رو به ما داد، این سود رو به ما داد $0.5، این پوزیشن بسته شد. پوزیشن دومی که این میشه استاپش میاد نقطه ورود، این میمونه سر جاش. حالا اگه دومی خورد، تیپیش خورد، بسته شدی، این میاد نقطه ورود. بخوای این هم خورد دیگه تموم هیچ. حالا اگه در این بین کراس مخالف زد، یعنی مثلا 20 پیپ تو سود، 10 پیپ تو سود، یواش میشه کم میشه از سودش، یا در واقع کراس مخالف زد، یعنی سل داشتیم رفتیم اومدیم اینجا دیدیم کراس سوری زد. این تو هر سود یا ضرریه باید بسته شه. این یا این، یا هر چی پوزیشن داری باید بسته شه، نباید صبر کنی. سیگنال خلافش اومد کلا پوزیشن ها بسته میشن تو هر سود و ضرری که هستن. خب حالا میریم چک کنیم چقدر جواب میده. ببینید اینجا من امتحان میکنم. ما زمانی که اینجایی کراس میکنه و ما وارد میشیم میگم بله سی پیپ رو میده، یعنی هر ستاش چیز میکنن در واقع تیپی میکنن. و حالا بستگی داشت که مثلا شما یه کجاست کراس اینجا وارد بشید، طبیعتا اینجا احتمال این داره که اسپریتون درست نباشه، استاپ دومی بخوره، چون اینجا تیپی اولی میخوره، استاپ دومی میاد نقطه ورود، بعد هم نقطه ورود میاد بالا. اگه اسپریتون درست حسابی باشه، نقطه ورود خوب باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگه استاپ هم بخوره یکیش عیب نداره، سومی بازه میاد اینجا سیپی بسته میشه. حالا از اینجا به ما چقدر داد؟ $0.5 به علاوه $1.5 یعنی 15 پی یه دونه هم 30 پی یعنی $3 میشه. جمعاً چقدر؟ $5. یعنی تا یه دونه کراس دارم 5% بالانس هم داد. خب بریم جلوتر، بریم عقب‌تر. خب بریم اینجا کراس کجاست؟ کراس اینجاست. این چجوره؟ هیچ کدومش اونجا وارد میشدیم هیچ کدومشون استاپ نمیخوردن. من میگم اینجا باشه استاپ نمیخوردن. اوکی، چون استاپشون 10 پیپ قرار داره. 10 به علاوه حالا مثلا اون مقداری که اسپردمون مثلا 11 میزنه همشون. و این میاد تیپی رو اول اینجا میده، تیپی اون یکی پوزیشن اینجا میده، سوم میاد نقطه ورود. میاد این نقطه و اینجا هنوز استاپ نخورده و احتمالا میره بالاتر. اگه حالا من چک کنم میام دارم کجا میره و اگه 25 میذاشتید تیپی سومتون میخورد. حالا میتونید شما دستی هم بیارید بالاتر، میآورید بالاتر، هر جا خواستید میبستید، هیچ مشکلی نداشت. فوقش میومد استاپ نقطه ورود میکنه. ولی خب در بدترین حالت در نظر بگیریم که اصلا سومی استاپ بخوره. $1.5 به علاوه $0.5 اینجا هم شد $2. 5 تا هم قبلا داشتیم، حالا 7% بالاست. خب آن یه چیزی هم بگم بهتون، این پوزیشن ها رو سعی کنید از 8 صبح تا 8 شب توی این حوالی بگیرید. خارج از این نه ساعت 11 شب بگیرید یا 5 صبح پوزیشن بگیرید، چون اینجا تایم در واقع روند خاصی وجود نداره و سخت میشه و جواب نمیده. خب حالا اینجا یک بحثی هست. اینجا ببینید اولین جایی که در واقع ما بازمون میره جلو دیگه، یا سحر عقبی نمیاد که میره جلو. ساعتمون چنده؟ 10 خورده‌ای، پس وقت خوبی واسه تره. حالا اینجا ما تقریبا خب اینجا ما وارد میشیم، استاپ میخوره هر ستاش. 3 تا استاپ میخوره، در واقع میشه چقدر؟ 3 تا $10 میشه 3 تا 10 پیپ میشه 30 پیپ میشه $3. 7 تا داشتیم، 3 تاش رفت، بود 4 تاش. خب اتفاقی که اینجا میفته اینه که یک
فیلتر دیگه اضافه کردم حتی به اکسپرت. زمانی که یک پوزیشن رو گرفت به هر دلیلی، حالا استاپ شده نشد پرنده، وقتی که اینجا در واقع کراس میکنه، ما باید حداقل بین این و کراس قبلی حداقل، حالا من تا جایی که یادم میاد 40 تا وات فاصله داشته باشه، 40 تا کندل. دقیقا یادم نیست عددش، خودتون ببینید کجا قرار بدید که بهینه تر بشه. میبینید تا کراس قبلی 25 کندل فاصله داره. اکسپرتمون یا ما نباید این رو بگیریم، چون قبلش کراس نزدیک داشتیم. اینجا هم همینطور، باید 20 تا دیگه کراس زده، دیگه کراس زده، کراس، حتی این رو هم نمیگیره. الان یک فیلتر دیگه هم هست که فعلا به اکسپرت اضافه نکردیم. زمانی که بعد این همه کراس های پی در پی که فقط اولیش رو میگیره و ضرر بکنه دیگه نمیگیره. صبر بکنه زمانی که فاصله اینها از یه حدی که حالا بعدا مشخص میکنم بیشتر شد، وارد پوزیشن بشه. اینو میتونید خودتون اضافه کنید، ولی من اضافه نکردم هنوز و نتیجهش باز خوب بوده. خب اینجا ساعت چنده؟ ساعت 8:02. آها، میرسیم به یک در واقع مسئله دیگه‌ای که هنوز اینو توی اکسپرت من لحاظ نکردم و اینو حالا هر کی تونست انجام بده واقعا دمش گرم، به ما هم بفرستید. ولی چشمی خیلی راحت میتونم متوجه بشم. ببینید زمانی که شما دارید میبینید که مثلا سرش خم کرده به سمت پایین، مثل موشک داره میاد به سمتش. خب اینجا میتونید حدس بزنید 2-3 کندل زودتر که کراس قرار اتفاق بیفته. حالا ممکنه بیاد کراس اتفاق نیفته و برگرده، اشکال نداره. شما وارد بشید وقتی میبینید داره میاد، اینجا وارد نشید، صبر کنید مثلا نزدیک که شد احتمال 2 کندل 3 کندل دیگه کراس بکنه وارد شید. خب ببینیم اینجا ما اگه می‌خواستیم یک کندل زودتر وارد بشیم، بکنم یا دقیقا می‌شد روی این کندل. من نمیدونم اینجا خبر بوده نبوده، هیچ اطلاعی ندارم. الان گذشته بازار داریم چک می‌کنیم، اطلاعی ندارم اصلا. ولی خب اگه میتونستیم اینجا وارد بشید، میتونستیم اینجا اولین پوزیشن رو در واقع تیپی بزنید. خب دومی اومد نقطه ورود، استاپ دومی بخوره بدون ضرر خارج میشید. سومی هم استاپش هنوز مثلا 10 پیپه با $1 ضرر، اینم نیم دلار ضرر میاد بیرون. چقدر میشه؟ میشه $3.5 از چون 4 تاش مونده بود، نیمش هم رفت 3.5. یعنی من چک که میکردم بازار رو حداقل روزای شما 5-6 درصد حداقل دارم میگم میتونید بگیرید، به شرطی که از زودتر وارد شید. خیلی وقتا زودتر وارد شید خیلی بهتر میشه. حتی خود این رو نگاه کنید، حتی اگه این وقتی رو به بالاست اینجاست، من میتونم بفهمم که داره میره به سمت بالا. خب من اینجا وارد میشدم، این در واقع اینجا به جایی که $3 ضرر بده، به من $0.5 ضرر میداد، چون تیپی اول خورده میشد. خب بریم اونورتر. خب اینجا که مشخصه این کلاس مثلا دوباره نیازی به محاسبه نیست. اینجا دیگه تایم نصف شب ترید نمی‌کنیم، اینجا خودتون ببینید. خب اینجا هم همینجوری می‌کنید، اینجا کراس کرده اکسپرت ما، حالا مثلا دقیقاً نقطه کراس داره میگیره. یعنی اگه اون روش که من میگم این که مشخص بشه دو کندل قبل از با یه سری الگوریتمایی که من مشخص کردم بتونیم بفهمیم که اینجا میخواد کراس رو کنه، یک کندل زودتر وارد چی میگه تمومه. خب این استراتژی حالا نمیدونم چقدر قبولش دارید ندارید، باید امتحان کنید ببینید. طبعا با دیدن یک ویدیو نمیشه. خب اینجا تایم چیز صبح نصف شب اینجا تولید می‌کنید و حالا برید گذشته بازار چک کنید. استاپ هم میخوره طبیعتا، ولی خیلیش دید میخوره. حالا برای اینکه متوجه بشیم من در واقع این رو روی اکسپرت ران میکنم تا ببینیم. خب همونطور که دارید میبینید اینجا از اکسپرت استفاده کردیم و در واقع داره کارش انجام میده اکسپرت و دوره حالا مثلا نسبتا طولانی چند ماه رو در نظر گرفته و
منتظرم که اینجا اکسپرت کارش تموم بشه تا ببینیم چه نتیجه رو ما میده. خب، پس من خلاصه بگم از کاری که کردیم. برخلاف خیلی که میگن اکسپرت هایی که مووینگ بیس هستن کال میکنن، حالا یکیش دیرتر یکیش زودتر، اینجا اصلا تقریبا میشه گفت از نقطه شروعمون فقط یک بار اومده پایین در، شاید $2 پایین تر اومده در کل این بازی که وجود داشته و بعدش همیشه با نتیجهش مثبت بوده و بذاریم که تموم میشه. خب بالاخره تموم شد. دیدیم که اکسپرت بانک هنوز خیلی از اون چیزهایی که ما مد نظرمون رو انجام نمیده، از جمله سریع وارد شدنش، ولی باز هم حساب رو به رشد برده و برای اینکه فکر نکنید یه وقت اکسپرت دیگه است و داره کار دیگه میکنه، من سرعت رو میارم پایین و چند ثانیه بهتون نشون بدم که چجوری ترید میکنه. خب حالا برای اینکه در واقع نشون بدم که این اندیکاتور در واقع اکسپرت این کاری که مد نظر من رو انجام میده و اکسپرت دیگه نیست، من میام و در واقع نشون میدم که چجوری ترید میکنه. ببین اینجا ترید نکرد یعنی چی؟ ساعتش رو من تنظیم کردم که از یه ساعتی از ساعت 8 صبح تا 8 شب ترید کنم. خب اینجا میبینید ترید نکرد، ولی خب بعدش گذشت اولین جایی که در واقع اون ساعت در واقع تموم شد، اونجا شروع به ترید کرد. خب اینجا دیدیم که اینجا ترید انجام داد. اولی که تی پی خورد اومد چیکار کرد؟ دومی رو آورد توی نقطه ورود. حالا اومد اینجا سومی تی پی خورده، در واقع دومی تی پی خورده، سومی آورد نقطه ورود. حالا در ادامه اگه سومی هم تی پی بخوره که تموم میشه. خب بله سومی هم تی پی خورد. خب پس حالا اگه اینم کلاس سوری اگه بزنه تا متوجه بشید که روش کارش اینه. خب ببینید سریع میشه اینجا وارد شد. میبینید چجوری انجام داد تریدش رو. میشه سریع اونجا وارد شد و خب بعد با ضرر کمتری خارج شد. حالا کاری اونش نداریم. این از استراتژی دوم که اگه خواستید میتونید استفاده کنید. و استراتژی سوم که مثلا خیلی بیشتر دوست دارم، استفاده از تنکر خالیه. حالا شانسی هم ندارم کجایی یه جایی رو انتخاب میکنیم، مثلا $5 و با $5 بیشتر راحت تر هم در میایم خیلی راحت روی تنکه خط روند رسم کنیم و با شکست اون چیکار میکنیم؟ وارد میشیم. چقدر؟ 10 پیپ استارت، 10 پیپ تی پی. خب زمانی که میشنه شما دقت نمی‌کنید این قراره بیاد پایین یا قراره بره بالا، شکستش فیک نیست، هیچ مهم نیست. در لحظه حال اگه دیدید که خطتون رو شکوند شما وارد میشید. اصلا دیگه بحث فیک بریک اوت و نمیدونم چی اینا همه رو بذارید کنار. وارد میشید کندل کجاست؟ اینجاست. مثلا 10 پیپ شما سود رو برمی‌دارید و خارج میشید و اینجا نگاه کنید
فقط روی تنکن دارم میکشم، اما اینجوریش کنم که تنکن بهتری بشه. اینجاست تقریبا وقتی که میشکنه کندل ها اینجا 10 پیپ میگیری و خارج میشه. میتونی الان استاپ تو بیاری نقطه ورود و ول کنی بذاری تا آخر بره بالا و برید روش کار کنید ببینید چه دره و قله هایی رو بگیرید بهتر میشه. مثلا این دو تا دره رو به هم وصل کردید، میاد میشکونه. زمانی که میشکونه حتی این کندل ها میرن بالاتر از خط، این مهم نیست، کاری باهاش نداریم، صرفا این اومد شکوند ما اینجا وارد میشیم. حالا اینقدر میره تو ذره و میاد توی سو. و دقت کنیم که مثلا چه خط روندهایی رو باید بکشیم. مثلا اینجا خط روند میشکنه و میره 10 پیپ رو به ما میده. این استاپ هم ممکنه بخوره، این هم استاپ بخوره. باید دقت کنید. کاری ندارم که در جهت روند خلاف جهت روند دو تا قله خوب پیدا کنید، مثلا قله هایی که قله دره هایی که مثلا یک حالتی در واقع چجور بگیم برجسته مانند، حالا برجسته نگیم، در واقع خیلی واضح باشه. مثلا یک سری روند ها هست که این شکلی تشکیل میدن و میرن بالا، روی این من خط روند رسم نمی کنم، صبر میکنم یک روندی یک حالت رستاری شکل بگیره، یک در قله و دره واضحی شکل میگیره. حالا این یه چیزی که باید تمرین کنید روی چارت. گفت نمیشه مثلا بگید این واضح یا واضح نیست. مثلا اینجا رو من هیچ وقت رسم نمی‌کنم خط روند، چون اینا قله نیستن. قله اینه، قله اینه، دره اینه، این اینا مثلا دره نیستن. از نظر من این دره نیست، دره نیستن اینا که بخواید مثلا خط روند رسم بکنید. یا این قله نیست به نظر من، این قله هست. اگه این میومد پایین که اومده اینجا، خب زمانی که کف قبلیش رو بزنه ما اون موقع مجازیم که خط روند رسم کنیم. مگر اینکه یک الگوی مثلث تشکیل بده که اون بحثش جداست، میتونید بدونید که این اتفاق بیفته خط رو رسم کنید. خب اینجا مثلا اومده پایین، یا خط روند رو رسم کنم اینجا. اصلا شما همینجا خط روند رسم می‌کردید، هر وقت شکل می‌تونید وارد بشید. ریسکی بود، یا صبر بکنید یا بیاد نزدیک این حد مرحله بشکنید و بعد خط روند بکشید روی بالاترین قله‌ای که وجود داره اینجا. حالا شما اینجا کشیدی، اینجا میاری قسمت، حالا ممکن 10 بده که داده، ولی خب ایدالش اینه که از اینجا بکشید. این قله و بهتریه و چون دره اومده پایین‌تر از این خیلی بهتر میشه از این استفاده کرد. مثلا این رو میشکنه اینجا و میگیره ما 10 میدونیم، هیچ مشکلی نیست. حالا این مثال از چیزایی که استاپ هم میخوره بزنیم. مثلا اینجا انشاءالله که استاپ بخوره، حداقل یک مثال استاپ‌وار هم گفته باشیم. خب اینجا این قسمت میشکنه و این اینجاست. خب این استاپ میکنه، بستگی به استاپ این داره که حالت استاپ این تحریک باشه استاپ میکنه. و میتونستید این اینجا بکشید و حالا یه خط رنگ کشیدن یک چیزی که مهارت میخواد. یه موقع مثلا اینجا میتونم خط روند رسم نمی‌کنم به این شکل، حتی شکسته و سود به رسم نمی‌کنم، چون در قله‌های خوبی شکل نگرفت. اینجا خط روند سودی رسم نمی‌کنم به احتمال خیلی بالا. این دره نیست. اینجا شاید بشه رسم کرد ولی دره قله‌اش خیلی کوچیکه، به نظر من معتبر نیست، خیلی کوچیکه. خب کل این رو شاید بشه، بستگی داره به خودتون. ولی این رو نمی‌کشم حتی سود بده و ولی این رو چون شبیه در واقع مثلث هستش، مثلث شکل گرفته، من به توجه به اینکه قله و دره بالاتر از قله و دره قبلی زده شده یا نه، من اینجا وارد میشم. هر طرف شکل خط روندش رو به همین سمت خواهد رفت. و خب این هم سعی کنید تا 1 دقیقه باشه و همش رو بگیرید. اگه همش رو گرفتید اون موقع میتونید در مورد خوب یا بد بودن این موضوع در واقع نظر بدید. خب اینجا می‌بینید مثلا دقت کنید این دو قله نتونسته بره اینو بشکنه، پس این روند صعودی نبوده که من واسش رفت خط روند صعودی هست. حتی اگه صعود هم میداد
مگر اینکه این مثلا خیلی بالا باشه به این شکل حالت مثلثی بسازه، مثلا پترن مثلث بسازه، اون موقع میتونید. و خب پس اینطوری شد. این هم از خط روندها. امیدوارم که استفاده کرده باشید. خب سه تا موضوع که می‌خواستم بگم تمام شد و جلسه بعدی اگه بخوام چیزی بگم، احتمالا شاید تا یک ماه دیگه اگه فرصت داشته باشم، سه تا اندیکاتور قرار معرفی کنم که خیلی خوبه، خیلی خفنه، که اسم کاملش رو نمیگم به دلایلی که ممکنه در واقع دیگه جذابیتی نداشته باشه و فقط دو حرف اولش رو میگم، ادامهش رو نمیگم. در واقع ARST و RE، ادامه اینا رو نمیگم اسمشون رو حالا، و اینها رو بهتون بعدا معرفی میکنم. خیلی اندیکاتور خوبی هستن و تقریبا میتونم بگم 90% تریدر هایی که خوبن، نمیگم عالی، عالی نه، خوب ها رو میگم، اونایی که خوب هستن، آشنایی دارن، ترید میکنن، سود میکنن، 90%شون اصلا این ستا رو نمیشناسن. من چه گروه هایی که بودم فقط اسم اینو شاید در کل 20 بار شنیدم توی یک سال، که اونم حالا احتمالا فقط یه نفر گفته بقیه‌اش تاییدی هم نکردن، نمیشناختن اصلا چیه. حتی این و این دوتا رو که اصلا نشنیدم بگم. شاید هم گفته باشم توی گروه هایی که هستم در یک دو تا پیام همچین کلمه توش به کار رفته باشه ولی کسی نمیشناسه و میخوام معرفیشون کنم. امیدوارم که در واقع به در بخوره مثلا. و این چیز دیگه هم بگم، قبلا در مورد اینکه اندیکاتور، حالا هر اندیکاتور، خود مثلا چی بود، تنکنسن یا چیکو یا ابرکومو فرق نمیکنه، رفتار قیمت رو تکرار نکنه همیشه تو راه گرایی میکنه. قیمت میاد یک ونده تشکیل، یک دره تشکیل میده، دره بالاتر تشکیل میده بعدش. ولی خب مثلا انکی جنسه میاد اینجا یک دره تشکیل میده اینجا، بعد میاد اینجا مثلا این دره تشکیل میده و میاد اینجا یک دره دیگه تشکیل میده. مثلا اسم هم میاد یک دره تشکیل میده اینجا، یک دره پایین تر تشکیل میده. خب ولی قیمت دره بالاتر تشکیل میده. اینجا یک واگرایی وجود داره بین قیمت و حالا تنگنسن، کیجنسن، اسپناینا قبلا توضیح دادیم به این شکل که هر نوع خلاف جهت حرکت کردن قیمت با اندیکاتورهای مثل تنکن و کل اجزای چیموکو و حالا هر اندیکاتور دیگه‌ای یک واگرایی رو به ما نشون میده و میتونیم ازش استفاده کنیم. و حالا اگه بریم دو تا قله یا دره در مکد دیفالت هم یا استوکاستیک دیفالت هم یک واگرای خوبی باشه، ما میتونیم در جهتش وارد بشیم به شرط اینکه یک خط روند رسم کنیم و خط روند بشکنه و ما وارد شیم. حتما به این دقت کنیم. یه چیزی هم یادم رفت بگم، خوش یادم افتاد، کشیدن کانال رو روی همین مسائل. ببینید شما میتونید کانال رو هم رسم بکنید، دو تا دره یا دو تا قله نیاز دارید مثل تنکن. اگه حالا این به سمت پایین شکل که خب چه بهتر میرسه، اگه به سمت بالا شکوند خب به بالا میتونید شما پروژه رو میریزن به این شکل. دقیقا اینجاست همون 10 پیپی که مد نظر دارم همون رو میتونید بگیرید شما بس. یا مثلا اینجا اینجا بگیرید مثلا کنید زمان که ما شکل کجایی ما کاملا اینجاست ولی نمیتونیم 10 پیپ رو بگیریم بس. ولی خب دقت کنید که زمانی که دارید کانال رسم می‌کنید خب دقت کنید اشتیبه زیادی نداشته باشه. شاید به این حالت باشه که اینجا اینجا خارج هم بشه شما نباید سل بزنید، چون احتمالاً زمانی که اینجا خارج شده کندلا میگه اینجا هم تو چپ هم دیگه از اینجا قرار برگرده مثلا بکنه. ولی خب اشتیب‌های مثلا نظیر این مثلا بگیم 10 درجه 20 درجه نسبت به خط افق توی حالت باشه شما میتونید استفاده کنید. بیشتر از این باشه نه. این رو در مورد کانال هست کردم. خب امیدوارم استفاده کرده باشید و
امیدوارم که اینها رو حتما تمرین کنید. به خصوص همین که قلقگیری داره میتونید استفاده کنید، خیلی خوب جواب میده. نه نیاز داره که ببینید که این بریک کرده، شکونده یا فیکه یا هیچی نیست. خط و شکون شما وارد میشید، هیچ شرطی نداره. در واقع تنکن بهش کنه. تنکن شکوند شما نگاه کنید قیمت هر جا باشه فرق نداره. در اون جهتی که تنکن شکسته خوب وارد میشید. و به خصوص اونایی که حالا نمیتونن با این کار کنن یا با مووینگ کار کنن، بیان از چیز استفاده کنن، از استوکسی که گفتیم با تنظیمات حتما 85 روی 15 باشه در واقع نقاط اشباهشون مد نظر و بیاید تایم فاینتر از مکتی 1/2 یا استوک دیفالتش دوباره یک راهگرایی بگیرید و در جهتش وارد بشید. و دقت کنید همه اینها اسکیپ هستن و به امید اینکه بیاید تایم 4 ساعت اینها رو بگیرید، سود بالاتری بگیرید، به نظر این کار نکنید. چون خیلی وقتها حرکت هایی که اینها انجام میدن با قیمت متفاوت و وقتی متفاوته ممکنه اینجا شما که ضرر کنید 10 پیپ ضرر کنید، اینجا ضرر کنید 100 پیپ ضرر کنید و به نظرم به ریسکش نمیاد. خب امیدوارم تریداتون همگی با سود بسته شه و هر روز بهتر از دیروز باشه. خدا نگهدار.